با تشکر از شما میخواستم تشکر کنم از استاد لایق و از دوستای عزیز و همچنین از شما و از جناب دوستایی که من دعوت کردن. خدمت شما عرض شود که عنوانی که به من دادن و عنوان قسمی است که یک کنفرانس کلان یا سمینار دو روزه باید سر دایر شود برای اینکه بازسازی افغانستان یکی از پرابلم های اساسی است که حتی باعث شد که استراتژی جدید اقتصادی از لای اتحادیه آمریکا هم باید پیریزی شود و در حقیقت او عملکردهای اشتباه آمیزی که در گذشته صورت گرفته بود باید او بحث شود و حلقه سرخی که در بین افغانستان کشیده شده بود تا همسایه از او سر از او داخل از او فعالیت نکنه او هم شکستانده شود. به نام خدا و صلوات بر محمد و آل محمد. آقایان و خانم ها، میفهمین که عمدتاً فرایند بازسازی در افغانستان یکی از بحث های داغ بحث برانگیز است. ما عمدتاً این بازسازی را در افغانستان از دو کاتگوری مورد بحث قرار میتیم. کاتگوری زمانی 3 سال اول که واقعا هیچ کسی نمیتونه که انکار بکنه که در 3 سال اول چیزی در افغانستان نگذشته. من فقط یک چیز میگم، با وجودی که اپوزیسیون هم هستم در مقابل دولت، میگم که بیاین که از تحلیلگری سواد استفاده بکنیم. چی قوت‌های داریم، چی ضعف‌های، چی فرصت‌ها را از دست دادیم، چی فرصت‌ها را استفاده کردیم و چی چیز ما را تهدید میکنه با در نظر داشته حالات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و گپ‌های تکنولوژی. در 3 سال اول چیزهای به وجود آمد. ما فشرده صریح میگم که در حقیقت مکاتب، شفاخانه‌ها، جاده‌های شهری و همچنان تعداد زیادی از برگشت کنندگان از مهاجرین که در حدود 2 میلیون نفر برگشت کردند که در حقیقت از لحاظ برگشت مهاجرین در سطح زمان ما بی‌نظیر بود. او وقت در حقیقت باور از رفته در 3 سال اول خوب بود. این به خاطر بود که دولت خوب کار میکرد و همچنان قوت‌های بین‌المللی هم بسیار صادقانه کار میکردند. ما فقط در ولایت هرات در این 3 سال به 240 فابریکه رسیدیم و در حقیقت هم بسیار میتونست که امید بخش باشه چین کارهایی که ما انجام دادیم. نهادهای خصوصی ایجاد شد، نهاد مکاتب خصوصی ایجاد شد، دولت سازی صورت گرفت، لوجرگه به وجود آمد، لوجرگه سازی قانون اساسی و نهادهای عدلی و قضایی هم ایجاد شدند. در صحت هم چیزهای به وجود آمد، شفاخانه خصوصی هم ایجاد شد و همچنان گپ‌های دیگر هم در پالویش. و در پالویش چیز بسیار جالبه که ایجاد شد که ما رو می‌بینیم نهادهای جامعه مدنی که تا اون روز برای ما لوکس معلوم می‌شدن ایجاد شدن. قانون عذاب پاس شد، مسائل راه دادن زنها هم تا اندازه سرش کار شد، ولی 4 سال دومی ما تکیه بر 4 سال دومی که وقت ما انجام میتونه معنا داره که ما در حقیقت اگر بتونیم چنین چیزی را رفع بکنیم مشکل ما حل میشه. ما بازم میگم که در 10 دقیقه بسیار مشکل است که ما چنین چیزی را انجام بدم. من فقط عنوان میخوانم و یگان خط میخوانم. ما خواهش میکنم که در اقتصاد نمیشه که چنین چیز شود و اگر ما بازسازی را کار کنیم، بازسازی اقتصادی را، ما چون استاد هم میفهمم که نمیشه. نمیگه ناقید کاش که میگفتیم که اون بازسازی هست، بازسازی نیست. اولین کاری که در بازسازی اشتباه صورت گرفت در افغانستان عبارت از تلاش به منظور تطبیق نظام اقتصادی و اجتماعی مارکت بدون در نظر داشت شرایط تطبیق از او بوده. ما یک نظام را انتخاب کردیم که نظام پرتاب شده بوده مانند تمامی نظام های دیگه، چون سوسیالیسم، چون نظام دیگه و چی نظام مارکت در حقیقت پرتاب شده بوده بدون شرایط عینی و ذهنی که آماده باشه برای از او. ما متاسفانه درگیر از او شدیم. شرایطی که برای این مارکت، برای نظام مارکت بسیار ضرور است. دولت قوی است که نداریم، امنیت است که نداریم، قانون است که نداریم، زیربنا است که نداریم و کلتور اقتصاد بازار آزاد از طرف سکتور خصوصی است که هم نداریم. معنا داره که این بازار آزاد با چنین چالش بسیار بزرگی که 5 شرط اساسیش که بستر اساسی نظام مارکت است آماده نشده بود، لذا رفت به سوی شکست و در حقیقت یک معضله بسیار کلان را برای ما به وجود آورد. من فکر میکنم که بهترین نظام برای هر جامعه ای است که رفع احتیاج بکنه. هر نظامی که رفع احتیاج کنه بدون در نظر داشت از اینکه او چه نظامی است، بهترین نظام برای اون نظام است. نظام مارکت برای اسلام اتحادیه آمریکا خوب است، نظام متمرکز باز برای چین خوب است و نظام اسلامی برای ایران خوب است، نظام میانه برای ما خوب است. از این لحاظ پیشنهاد من این است که به خاطر بیرون رفت از این چالش
باید سرازی کار شود و نظام میانه و مختلط را به عوض نظام بازار آزاد قبول کرد. این نظام میانه اون نظام مختلط زمان جنگ سرد نیست. در زمان جنگ سرد نظام مختلط عبارت از نظام بود که میره به راه رشد غیر سرمایه‌داری میره به سوسیالیسم میرسید. ولی نظام میانه که ما پیشنهاد میکنیم عبارت از نظامی است که نظام میانه یک نظام گذرای است که امکانات بر انتخاب نظام بعدی بر ما آماده میسازه که بعداً ما مطابق به قانونمندی همون زمان میخوایم که نظام خود تعیین بکنیم که کجا بریم، به نظام میانه بمانیم، بریم به سوسیالیسم، بریم به مارکت یا بریم به اقتصاد اسلامی. من مخالف از گپ هستم که میگن که هیچگاه نظام مارکت بدیل نداره. نظام مارکت کاملا بدیل دارد. در کشورهای رو به انکشاف و خصوص در افغانستان و در پالوی افغانستان نظام مارکت فاجعه خلق میکنه، همیشه فاجعه خلق میکنه، برای اینکه شرایطش آماده نیست و انارشیسم ایجاد میکنه و انارشی اقتصادی ضد نظام بازار آزاد است. همین لحظه در افغانستان چیزایی که انجام میشه کاملا ضد نظام بازار است. نظام بازار آزاد نیستی، یک نظامی است که نمیشه نامش چی ماندن دیگه. ما استفاده از سیاست‌های درای باز انجام دادیم. در 4 سال بعد تمامی آن دستاوردهایی که در 3 سال اول رو خلق کرده بودیم سربوری کردیم، تمامیشه. مانای گپی است که برای بسیار سبک ساخت جناب عزیزیار صاحب که مسئله مواد مخدر طرح کردن. بسیار جالب است. ما فقط در یک سال 2500 دستگاه و فابریکه بودوزی را با 15000 کارگر ماهرش از دست دادیم و این کارگرای ماهر فعلا در کشورهای همسایه ما در اونجا کار میکنن یا کدام غریبی دیگه میکنن. ما فقط در یک سال 160 فابریکه را در ایران بسته ساختیم با 4400 کارگر که در حقیقت کارگرای ماهر است. توسط نمی سیاست ما انتقال دادیم اقتصاد تولیدی را به اقتصاد مصرفی و سرمایه صنعتی را به سرمایه تجاری. مانا داره که این دو چیز بسیار عمده است. همین لحظه در افغانستان سرمایه تجاری بسیار مفاد دارند و سرمایه صنعتی زمین خورده. لذا نظام مارکت چنین چیز است و نمیتونه که بازسازی را پیش ببره. ما کسی دیگر تشویق نمیکنم که بیان شما چنین چیزی کنیم. ما میگیم که باید نظام تغییر کنه. زراعت ما هم این شکل جای خود را برای مواد مخدر داد و دوام مواد مخدر. ما یک چیزی که بگویم که برای خوب است برای جناب عزیزیار من کورم نوت کنه برای خودشان. ما در هلمند در سال 2001 صفر داشتیم تولید مواد مخدر. تولید مواد مخدر یا کوکنار در هلمند صفر بود در 2001 کاملا. فقط در مجموع 2001 ما 180 تن مواد مخدر تولید کرده بودیم که بسیار چیز جالب بوده برای ما که باید امیر بگویم. اینمی باعث میشه که زراعت کشوری که زراعتی است میره به سوی فقر و ما خط فقر ما امروز 85% تحت فقر است. یعنی کشوری که 85% مردمش در تحت فقر قرار داره، این معضله است برای کل دنیا، با وجودی که 40 کشور همونجا است. ما یک چیز جالب دیگر براتون میگم. پیش از اینکه جنگ بیاید در افغانستان، پیش از اینکه اوپن مارکت بیاید در افغانستان، ما دارای ضرر 200 میلیارد دلار هستیم.